میکنم 3 تا جایزه در اینجا است. باز 3 مکافات جایزه و مکافات پولی است بچه ها. و غیر آنه که برادرها امریدین و رفقای ارجمند میدان امروزه هر لحظه توفه ها را زم میکنن، سهراب و چهره های دیگر. غیر این مکافات ها خیلی زیادن بچه ها. خواهش میکنم که به نفرهای ارزنده توصیت جفت ها را علاقمندی میدان امروزه را از همان انتخاب جفت ها وابستگی دارد. یک بار دیگر خواهش میکنم من ابوبکر و سعید رحمان، این سبزپوش از رودکی است، از سلاله باقیوف ها، فرزند رستم باقیوف. سعید رحمان قادروف از شهر حصار. که بچه ها شما اینجا راه آزادتر کنید و راه اینجا را آزادتر کنید، اون طرف شینید، بسیار نبیان دیگه. با صبحیدین و با پهلوان رشتان زمین با اینا اگر کسی گوشتین گرفت گفتیم مکافات 5000 سومانه را ما معرفی کردیم. صاحبای معرکه باز تحفه الهیده دارن. با صبحیدین و با مولا رجب حافظت تشکر، غلبه مبارک شما شینید. با صبحیدین و مولا رجب هست طرفدار. شادمان ریزای و با جسور پهلوان. سعید نوردین ناحیه خوالین، صبحیدین شهر روغون. از نام امریدین نقش و 5000 تحفه صبحیدین بود. و هر دو زفر و کامگاری یار سلامتی آمین. شما میدانداریش تونه بعد خاتمه این دورها با رحمانیت اینجا دار. مزمیر کریم زاده که ورقتو نگیره بعد رویده اینجا ببچه دوره ورقه بعد خاتمه این دور شما مزمیرو که مزروب پرویز عبدالرحمانوف، مهمانای ازبکستان، بچه های تاجیکستان باشند. کسی باشد در وزن از 100 کیلوگرم بالا، جوانایی که لیاقتمندند و غیرت دارند با پرویز عبدالرحمانوف گیرند. بچه های ازبکستان یک بار دیگر این کاریان میتیم مگر باشند دعوتشان میکنیم. مرحمت میدان از دلیر توفه های عالی شاجایزه مکافات های پولی اکای انبر 3 شاجایزه دیگر هم مبلغ داریم. از تشبسکارای نقشوف ها برادران ارجمند، از غلاموف ها دوستان محبوبی ما، از تبرعلیوف ها شخصیت های ارجمند. امروز هم توفه های پولی خیلی زیاد تحصیل داده شدن.
فقط میدان همون پهلوان با ننگ و ناموس و جسور تقاضا دارد. تمام. اینم ارزندن ذکری الله از خوالینگ تیمور ملیک غالب مکافات عالی شاهجایزه ناحیه تیمور ملیک، مولا رجب خلیفایف از ناحیه رشت. تنی برکتون 5000 سومانی نقشف به نام مولا رجب تأسیس دادن. براشون موفقیت، تشکر برای اقدامشون. سپاس به دوستانی که همین خیل غمخوری میکنن، بچه ها را توسط همین میدانداری دستگیری میکنن. بسیار یک واسطه خوبی جوانمردی و فتوت و قوی ارادگی و انسانی است. یک تلویزیون پلاس که یک قالین 5000 سومانی مکافاتی مانده برادری ارجمند. به هر دو وقت اقبال گله می بین چی شد آزیر؟ علی بیک وقت داره دولی ها؟ هپا پرتافتی پهلوانی روغن شهر بسیار با سرعت و عالی. تشکر. صبحیدین غالب آمد. توجه کردن و 5000 سومانی دیگر زم نمودند. این چهره سیفالدین زاده سیفالدین انا همون عزیزی لختی جگری کامرانشاه سلاله استاد پیریان را در قسمتی انمون توأمی کاری برادرشان باز هم جانا کردند. این هم ارزنده هست چهره نمایان در تاجیکستان و رحمت الله بیگ فرهادوف از ناحیه درواز 5000 سومانی تحفه برادر و چی موند؟ از نام خیرالله 5000 سومانی از نام خیرالله تحفه هر دو برادر تأسیس داده شد. سیفالدین زاده سیفالدین، رحمت الله بیگ فرهادوف. باز ما این دوره نگاه کنیم. آزاد هست؟ داوری بیکار دارد نی؟ خلیفایف بعد این خلیفایف میبیاد حق نظر بچه های دیگر تدخل قربان علیوف تست بین بچه ها بین اکن حوضمندگردانی بیشتر شد، صمیمیت باز هم زیادتر. خیرالله اسدالله زاده مهمانی گرامی قدری که از شهر باختر آمدن، حضورتون خیر مقدم. سپاس برای تشریفتون و سپاس برای توجهتون که دو مکافات ارزنده که گذاشتید بین پهلوانانی که ما معرفی کردیم. مزمیر اکابرزاده در دور دوم هم غلبه به دست آورد. تشکر. سیفالدین زاده سیفالدین، رحمت الله بیگ فرهادوف ناحیه درواز. این کبود پوش از کوهستان مسچو هست. مکتبی استاد پیروف را گذاشته است. ادامه میدانداریش هم خیلی عالی. کامرانشاه در اروپا پهلوان قهرمان جهان کورش زدگی یعنی بچه سیفالدین زاده سیفالدین خاطره ها نو به یاد آمدند. و هر دو برای کار هر دو چهره نمایانند. اینا هم بچه های ارزندند. سعید جمال علی مردانوف پهلوان شناخته و محبوب تاجیکستان که چند قدر توقف داشت، بعد توقف باز هم به میدان آمده است. با این چهره هم توجه کنید. حق نظر رو دعوت کنید. شریف شکر آنها کورا بپا حق نظرف. خوب توفه شایسته هست. شادمان و جسور. من شادمان و جسور و حق نظر شین
بچه های دیگر باشید علی مردانov شنید مهمونای هستید مرامت قطارا صفم مکمل کنید باید دیگرتون گوشتین گیرین توفه ها را و صمیمیت مردم قدر کنید بچه کسی هست در همین روش کار در لحظه های معرفی سمیع الله بچه های هستید شما دیگه وقتی اوزود ندارید خواهش میکنم یک بار دیگر که تست رو حق نظر سعید جمال علی مردانov مهمانای عزیز میدان تیمور ملک بیایید توفه ها را گیرید غلبه کنید مکافات های ارزنده را نصیب شوید شیرین تشنه نیستم اسدالله زاده محب الله خیزک اینجا بیو برای صمیمیت و احترام آن همین پهلوان $1000 امریکایی مکافات تأسیس دادم شنید انا اکنون یک گپ من گفتم یک گپ دیگه معروف بگو ها معروف هم نگو اشاره کرد از این طرف شینا کن انا که محب الله اسدالله زاده $1000 مکافات تأسیس نموده را به حق نظر علی مردان کیزه کن به هر دو خدای قدرت سعادت میدان زینت میدان دیگر کنید گیله ها را به جاروبتل نبرید وقت اقبال به هر دیگر سلام کنید انا محبتی گشتنگیری و لحظه موتنتن در تیمور ملک تشکر با گروه تنظیمگران در بخش موسیقی عرضی سپاس سلامت باشید مکافات ایمالا رجب و ذکری الله معلوم است این ورقه ها رو من به داور میتیم کی بود بهادر حلیموف خب کی اینجا بید عرفان کنی بزی باد شده دهخانی با کی دری بعد میشوه این ملاراجم هم کارشون مهم است اینا هم مهمند با یک جفت دیگر هم مهم است خواهش میکنم همینجا گوشتین گیرن بیو از طرفی دست راست استاد ورزش درجه بین المللی پهلوان ناماشنای تاجیکستان شادمان ریزایوف رکب کنی میکنیم جسور پهلوان از ازبکستان تشکر به نظر میگیریم دوری بعدی را اینجا آزادتر باشد کار این بچه ها لایق درون گلیم گوشتین گیرد جسور و شادمان ریزایف دور گردان هر لحظه میدان داری از مد نظر باید دور نباشد دوستان عزیز امروز در این عید متمتن یک تن از ستاره های درخشان فردای جدای کشور برنده مدال برنجی مسابقات گرند سلم یک چهره ماندگار جهانگیر مجیدوف قرار دارم من خواهش میکنم یک بار نزد من بیام یک بار با قدر و اکرام و احترام وطنداری شما رسیم در عمومیت معرفی چنین چهره ها بسیار هم شایسته دستگیری هست
سرباز قطاری فیروز ملی بویزاده از قسم حربی 54-53 6 غلبه به دست آورد. سپاس و تشکر برای حضورتون. سلامت باشید. در دور بعدی بورات خودتون که یافتیم دوشتیم بگیرید. یک لحظه جهانگیر مجیدوف استاد شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقات آخرین گرندسلم دوشنبه بسیار هم میدانداری عالی کردن. مهمان فخری مسابقات امروز هستند اکای انور شاه. من برای دعوت و برای قدرشناسی و مهمان نوازیتان عرض تشکر میکنم و جهانگیر مجیدوف را به میدان با شکوهی کنگورتی دنغره خیر مقدم میگوییم. سپاس که شما هیئت منتخب جدای کشور را مکمل میکنید و به شرافت شما پرچم پرافشان میشود. یک بار دیگر جایزه مبارک باشد. حضورتان خیر و مقدم. بسیار با یک جهان صمیمیت خوش آمدید. هپا هپا نشد اما رفتی هنر نمایی را کم کم موسیقی مینوسوف کرا زم کنید. سال 20 تو پرتافت نگاه کن بردار. هپا نشد در رقابتی لایق خود بدین زاده. قهرمانی جهان کاری سهل و عادی نیست. لایق تا به فینال قهرمانی جهان جوانان رفت و جای دوم را گرفت. نشد کی بچه ها درود ندارو. یک دقیقه کی بچه ها ایستید یک بید شما اینجا بید. شما گلم بذارید برای ثبت تلویزیونی که استاتوسی بلندتر دارد دو دانه با یک پوست تاجیک و ازبک هر دو اینا در این میدان گیرن. شادمان جان این پوچت کمتر پایانتر که ها در جریان این نکاس این حالت ها گاه سهل و مشکلات به وجود نآید. شیرخان سلیم زاده یکی از شخصیت های محبوب، یکی از مردان معتبر جمهوری زاده همین منطقه هستند. در نظام و ترتیب، در توصیه های علاهیده، در کار برگزاری این چاره‌بینی های فرهنگی و ورزشی بسیار دستور دهنده عالی هستند. حضورتان، اقدام هایتان بسیار هم جالب و شایسته تحسین. سپاس و تشکر که ما میدونیم هر لحظات هر حالت هایی که بهتر به عمل می آیند از توصیه های سودمند شما سرچشمه میگیرم. تشکر باری دیگر به مهمانانی که اینجا حضور دارند، همه آنهایی که از این منطقه بسیار صمیمیت پیدا کردند. سهراب تبارعلیوف، بیگ مراد برادر ارجمنده که بعد از یک روز در چیلچه ایدی کلان گوشتین رو برپا میکنند و چهره های ماندگاری که روبروی من هستند اینجا هم غلاموف ها هم نقشوف ها برادرانی که بسیار پهلوانان رو دستگیری میکنند. تشکر به همشون. پهلو هست اما حرکتی که جسور جانو. دوام کارا بینید بچه ها، دوام کارا بینید. هر لحظه هایی که هست از مد نظر دور نیست. پهلوان های ارزنده تیسیز بیدو فیروزه گرفتیم اینا گفتیم ورقه را گفتیم بست حالی جای خوری نداریم. یک دق عزیز جانو که نفرش عزیز و جاویدان عبدالرحمن و عزیز شاهروخ و اکمل هم مرزنده پرتافتی قبلی لایق بعد از خاتمه میدانداری حلال حسابیده شد و این پهلوان اکنون میدانداری میکند. اکمل از دنغره و شاهروخ از تیمور ملیک که دارم ورقه داره. چما فیروزه ملی بویزاده ورقتون هست کشتیم گیرم.
бачаҳои Ӯзбекистон, одамое ки вобаста ҳастед ки Алибек амиҷа инам бача ки тоҷикистони нағз аст, Парвизда нестегум кас Дадахон ҳастанд. Хурсанмуруд Алиёв, Дадахон